салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро тамошо доред. имрӯз 23 июн ва ман Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз. толибон ба марзи Тоҷикистон расиданд. оё пешрафти онҳоро касе мутаваққиф хоҳад кард? онҳо ақида доранд ки хориҷиёнро шикаст додаанд ва акнун навбати нирӯҳои афғон расидааст. вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон таҳкими мубориза бо терроризмро баррасӣ намуданд. масъулияти шаҳрвандон, ҷомеаи шаҳрвандиро дар ин навбат бояд ки ҳамоҳанг созад, палан бардорад. ва мақомоти тоҷик бо гузашти тақрибан 2 моҳ аз муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистон хисороти молӣ дар шимоли кишварро ҳисоб карданд. ба дасти толибон гузаштани чанд минтақаи ҳам марзи Тоҷикистон ва ҳам 2 гузаргоҳи асосии марзӣ ва ақибнишинии беш аз 100 сарбози афғон ба қаламрави Тоҷикистон рӯзи 22 июн воқеияти наверо дар равобити миёни Тоҷикистону Афғонистон пеш овард. дирӯз Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ваз дар сарҳад бо Афғонистонро мураккаб номида гуфт 134 сарбози афғон ба муқовимат бо толибон тоб наоварда маҷбур шуданд сарҳади давлатиро убур карда ба самти Тоҷикистон фирор намоянд. ин дар ҳоле аст ки мақомоти расмӣ чанде пеш аз эҳтимоли вуруди паноҳандагони афғон ҳушдор дода буданд. ҳоло аз ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод таҳаввулоти ахир дар марзро мепурсам ки ҳамроҳи ман дар студия қарор дорад. бифармоед. خبرنگاران رادیو آزادی از مرز تاجیکستان و افغانستان میگویند حالا روا از طریق پل 5 پایان و گذشتن به گذرگاه شیرخان بندر منع شده است. طالبان روز پیشتر این گذرگاه را گرفتند. ساکنان روستاهای نزدیک مرزی تاجیکستان گفتند صبح 22 ایون صدای تیراندازی شدید را میشنیدند. بیش از 100 سرباز افغان که در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به خاک تاجیکستان گذاشتند بعد یک روز به دوشنبه آورده شدند. بنابر اطلاع دریافته انتظار می رود آنها را به کابل برگردانند. خب منبع‌ها و رسانه‌ها میگویند 2 گذرگاه مرزی از جمله کوکول که مقابل نویه فرخورز نیز به دست طالبان گذاشتند و در این نویه‌های منطقه کلوب وضع چگونه است؟ ببینید حوادث افغانستان الحال به وضع در ناحیه‌های همدانی و فرخار تاثیر آشکاری نکردند. این گوشه‌های تاجیکستان از ولایت تخار افغانستان رود 5 جدا می‌کند. مقامات میگویند در رابطه با وضع آمادگی خاصی گرفته نشده است. در صحبت با رادیو آزادی بازار علی آدین‌زاده رئیس ناحیه مرزی همدانی گفت مرز جمهوری تاجیکستان آرام است و معلومات انیق‌تر را کمیته سرحدات می‌داند. اما ساکنان تاجیکستان میگویند که آنها شبانگاهان صدای تیراندازی‌ها را می‌شنوند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که 134 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان گذاشتند. در بیانیه رسمی آمده است یکی از سربازان افغان کشته شده است و 4 نفر دیگرشون زخمی هستند. منابع رادیو آزادی میگن که زخمیان در شفاخانه ناحیه جیهون معالجه میشوند. خبرنگاران ما یعنی خبرنگاران رادیو آزادی کوشش دارند با سربازان زخمی هم صحبت شوند ولی مقامات شفاخانه ناحیه به آنها اجازت نداده است و خودداری کرده است. ولی صرف نظر از این همه اخبار آرام کننده به نظر می رسد که جمهوری به وضعیت نو آماده می شود. خبرگزاری نوشتند که رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف گفته است که این استان می تواند تا 10,000 پناهنده افغان را قبول کند. نه؟ بله، یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان از وضع افغانستان و تاثیر احتمالی آن به تاجیکستان نگرانی کرده است و گفته فیضوف گروه‌های تندرو اکثر منطقه‌های سرحدی را تحت تصرف قرار داده و انفراستراکچورهای کشور همسایه خسارات مالی و جانی وارد نمودند. وضعیت ناامن در کشور هممرز افغانستان ما را هشدار میدهد که ثبات داخلی را تامین نماییم. در حالتهای احتمالی خللدار ساختن مرز دولتی بهر محافظت خاک مقدس کشور ایستادگی نموده عکس العمل جوابی را از خود نشان دهیم گفته است رئیس ولایت بدخشان. و هفته گذشته یادگار فیضوف در جلسه گفت که محصولات نیاز اول را در این ولایت باید ذخیره کنند و برای قبول پناهندگان احتمالی آمادگی گیرند. به گفته او ساکنان با مرزبانان برای حفظ سرحد کمک میکنند و دعوت کرده است که برای حفظ مرز باید همه در حالت آماده باش قرار داشته باشند. بله، تشکر برای صحبت. وضع امنیتی افغانستان پس از اعلان خروج نظامیان آمریکا بعد از 20 سال حضور در این کشور بدتر شده است و گفت و شنیدهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان هنوز نتیجه نداده است.
تحولات و پیشرفت طالبان مایه نگرانی جامعه جهانی شده. این مسئله در شورای امنیتی سازمان ملل متحد نیز بررسی گردید. هنوز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به پایان نرسیده. طالبان به حمله و خونریزی سر کردند و کشور دیگر باره به گرداب جنگ و مناقشه رفت. همه این مسائل و جنگ در همسایه کشور تاجیکستان روز جمعه در ملاقات پرزیدنت آمریکا و همتای افغان او در واشنگتن بررسی می شود. جزئیات در گزارش طاهری سفر. صدای تیراندازی در ولایت کندوز افغانستان و نه چندان دور از مرز تاجیکستان به گوش تاجیکان هم میرسد. وضع در کندوز بسیار بد است. شفاخانه پر از بیماران و زخمیان است. پیشرفت طالبان در زمان است که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان ادامه دارد و ماه سپتامبر پایان می‌یابد. طالبان تاکنون 60 ناحیه را گرفتند. همین مسئله روز سه‌شنبه در شورای امنیتی سازمان ملل بررسی شد. اکثر ناحیه‌های اشغال شده مرکزهای ولایت‌ها را محاصره می‌کنند. تخمین همین است که طالبان بعد ترک تمام نیروهای خارجی سعی می‌کنند مرکزهای ولایت‌ها را بگیرند. در این مصاحبه امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان میگوید با رفتن نیروهای آمریکا باوری طالبان به خودشان زیاد شده است. آنها عقیده دارند که خارجیان را شکست دادند و اکنون نوبت نیروهای افغان رسیده است. یک مانع برای آمریکا پس میز مذاکرات آوردن طالبان است. همین مسئله را رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه با همتای افغانش اشرف غنی و رئیس شورای عالی صلح افغانستان عبدالله بررسی می‌کند. جزئیات را جیمز ساکی سخنگوی کاخ سفید شرح داد. شیوه‌های همکاری‌ها بررسی می‌شوند تا دیگر باره افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی که به سرزمین آمریکا تهدید می‌کنند مبدل نشوند. رونالد نیومن سفیر سابق آمریکا در کابل میگوید ملاقات روز جمعه رمزی ولی مهم است. همراه آمدن دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی مهم است. به عقیده من این یک علامت مهم و روشن وحدت است که کابل به آن سخت احتیاج دارد. امریکا که بعد از جنگ 20 ساله نیروهایش را از افغانستان میبرد به این کشور 226 میلیون دلار دیگر کمک بشری میرساند. به گفته سازمان ملل 18 میلیون نفر در این کشور محتاج و 5 میلیون کسی دیگر بیجا شدند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. امروز وکیلان پارلمان تاجیکستان به طرفداری از قانون آواز دادند که مبارزه با تروریسم را تقویت می‌بخشد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال گذشته 10 نفر را با اتهام تروریسم و افراطگرایی دستگیر کردند، ولی سازمان‌های بین‌المللی بارها گفتند که مقامات تاجیک با سوء استفاده از مبارزه با تروریسم دیگراندشان را سرکوب می‌کنند. شالوی عبدالله موضوع را ادامه می‌دهد. راه و اصولهای برطرف نمودن عاقبت‌های عمل تروریستی را با مقصد تامین بی‌خطری شخص، جمعیت و دولت، حفظ صاحب اختیاری، تمامیت ارضی و امنیت جمهوری تاجیکستان معین می‌نماید. وکیلان تاجیک ضمن یک جلسه طرح قانون درباره مقاومت با تروریسم را اصلاح کردند و گفتند هدف از آن تقویت مبارزه با این ظاهرات خطرناک در کشور است. با اصلاح این قانون دادستانی کل و اگنتی مبارزه با مواد نشاور نیز به شمار نهادهای مبارزه کننده با تروریسم شامل شدند. قانون عمل کننده عموما گیریم پرکاتورای گنرالی وکالت‌های معین رو در این هم داشت، ولی در قانون اون همچون سوبیکتی به واسطه با تروریسم مقاومت کننده پیش بینی نشده بود. حالا باشد این مقامات وارد شد، وکالتش به واسطه نشون داده شد، عموما تمام این وکالت‌های مقامات دولتی در این سب مشخص شدند. وزارت امور داخلی گفته است که تنها در سال گذشته 271 نفر را با اتهام تروریسم و افراطگرایی بازداشت کردند. مقامات میگویند تروریسم از راه‌های معاصر از جمله فضای اطلاعاتی بیشتر پهن می شود و برای همین هم راه‌های نوی مبارزه با آن را باید به راه ماند.
مسئولیت شهروندان جامعه شهروندی رو در این نبرد باید که هماهنگ سازد پلان بردارد تا اینکه نتیجه‌های دلخواه به دست آیند. حکومت تاجیکستان همزمان برای آن بسیار تنقید می‌شنود که با بهانه مبارزه با تروریسم دیگر اندیشان و آزادی‌های بنیادی انسان را محدود می‌کند. سازمان ملل هم گفته است که حق قانونی حکومت تاجیکستان است که با تروریسم مبارزه برد، اما در این میان نباید حقوق و آزادی‌های مردم را قربان کند. میرویم به شمال تاجیکستان. در دو ناحیه ضرر دیده از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مردم به تعمیر و برقرارسازی خانه‌هایشان ادامه میدهند که بعضیشان سوختند یا نیمه ویران شدند. مقامات هم گفتند که در این جنگ خانه‌های مردم و انشاءات دولتی چقدر ضرر دیدند و برای برقراری این همه تقریبا 1 میلیون دلار ضرور است. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد. با گذشت تقریبا 2 ماه از مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خسارات مالی در شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف معلوم شده است. ستاد مخصوص از کمیته حالتهای اضطراری و دیگر مقامات ضددخل تاجیکستان در پی تحقیق حجم ضرر رسیده از مقاومت نظامی مرزی در روزهای 28 و 29 اپریل را معین نمودند. مبلغ خسارات دو ناحیه هممرز در شمال کشور را حدود 12 میلیون سومانی معادل بیشتر از 1 میلیون دلار آمریکایی حساب کردند. به گفته مسئولان و ساکنان دهه‌های مرزی شهر اسفره، اساساً باشندگان دو دهه جماعت چارکو، خواجه علا و سامانیان ضرر بیشتر دیدند. حدود 20 حولی با خانه‌هایش پوره تخریب شده، چندین خانه و خواجگی دیگر قسماً ضرر دیده است. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخ روز 5 می به بازسازی خانه‌های ویران شده ساکنان دستور داده و در صحبت با رسانه‌ها گفته بود که خسارات مردم ضرر دیده را پرره برقرار خواهند کرد. از حکومت ولایت به رادیو آزادی گفتند که به زودی خانه‌ها را به استقامت کنندگان خواهند سپارید. در جماعت اوج قلچه ناحیه باباجان غفوروف بینای دو آشانه مؤسسه تحصیلات میانه رقم 71 اساساً ضرر دیده و تیریزه و میز و کرسی‌هایش شکسته بودند. حولی‌های ساکنان نسبتاً کم خسارات دیدند. روز 28 و 29 اپریل امسال بحث ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. پدر بختاور جمعیف یکمی مهاجران توجیه که در روسیه میگوید کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را در بابت تقسیم فوتبالکه‌ها با عکس عزت امان در مسکو بازپرسی کردند. نمایندگان این نهاد در تماس‌های به تکرار رادیو آزادی این معلومات را تصدیق یا رد نکردند و از همه گونه صحبت در این بابت خودداری ورزیدند. عمریبای جمعیف پدر 64 ساله بختاور جمعیف میگوید مقامات انتظامی پسر او بختاور جمعیف را به آن متهم میکنند که فوتبالکه‌های را با عکس عزت امان در نزد مسجد جمعه مسکو در خیابان میر تقسیم کرده است و گویا در نتیجه این 200 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده شدند. خود بختاور جمعیف این ادعا را بی‌اساس میخواند. برنامه اخبار آزادی رو اینجا به پایان میبرم. تشکر از هر یکی شما عزیزان که تو این لحظه ها ما رو همراهی کردید. چون همیشه خبر و گزارش رو در وبسایت ما میتونید پیدا کنید. یادتون نرود که فردا همه شما رو در همین وقت با خبرهای تازه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.